به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه های ما، هر یک شما را خوش آمدید میگویم و این لحظه برنامه ما مستقیما پیشنهاد شما است و برنامه دانش و سنجش امروز در مهمانی شما است. خوش آمدید هر یک شما را میگم. هفته گذشته با بعضی سبب ها برنامه ما پیشکش شما نشد، چون دعاگو باشد. مثل هر یک از ما و شما گاهی می شود که انسان سلامتیش ناقدر خوب می شود و از این سبب ها برنامه ما هفته گذشته نشده بود. الحمدلله این هفته ما و شما برنامه را می توانیم یک جای گذرانیم و ما آماده کردیم این لحظه ها سوال ها را و هر یک از شما می توانید امروز در برنامه ما اشتراک داشته باشید. گیم پین را در بالا می بینید 459 3514 داخل به برنامه ما شوید. در سوره آل عمران آیت 104 ترجمه معنا چنین آمده است: باید که از میان شما ای مؤمنان گروهی باشند که به خیر دعوت نمایند و امر به معروف و نهی از منکر کنند. اینها نجات یافتگانند. امر به معروف یعنی هر آن چیزی است که خوبی آن از نظر شریعت و عقل شناخته است. یعنی امر به معروف هر آن چیزی است که خوبی آن از نظر شریعت و عقل شناخته شده است و نهی از منکر گفته آن را میگویند. هر آن چیزی را میگویند که بدی آن از نظر شریعت و عقل دانسته شده است. موافق تفسیر سعدی. از این خاطر هر یک از ما و شما باید که امر به معروف کنیم، یعنی به خوبی دعوت کنیم و نهی از منکر کنیم و از بدی منع کنیم با زبان عادی. از این خاطر تماشابینان عزیز ما و شما اینجا هستیم و از این خاطر ما و شما در برنامه ها یک جای وام خوریم و ما و شما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم هر آن مقداری که میتوانیم، حتی اگر با گفتن یک آیت هم باشد. خواهش میکردم که نامهایتان را با حرفهای لاتینی و یا با حرفهای کیریلی نوشته کنید تا که همه شما را شناسند و نامهای خوب برایتان انتخاب کنید تماشابینان عزیز. و غیر از این در سوره اعراف آیت 165 ترجمه معنا چنین آمده است. من عیناً میخوانم: چون پندی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، یعنی نصیحت ها را قبول نکردند، آنان را که از بدی پرهیز میکردند نجات دادیم و گناهگاران را که در روز شنبه تجاوز کردند و حرام کرده الله را حلال شماریدند به سبب گناهشان آنها را به عذاب سخت دچار کردیم. یا اینکه در ترجمه دیگر آمده است: چون پندی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، آنان را که از بدی پرهیز میکردند نجات دادیم و گناهگاران را به سبب گناهشان به عذاب سخت فرو گرفتیم. این در سوره اعراف آیت 165.
یا اینکه در سوره کهف آیت 29 ترجمه معنا چنین آمده است: بگو این حق همان است که از جانب پروردگار شما آمده، پس هر کی خواهد ایمان آورد و هر کی خواهد کافر شود. و دین به هیچ کس مجبوری نیست، هیچ کس را در دین مجبور نمی کند، اما هر کسی که هدایت یافت و آن هدایت از جانب الله سبحانه و تعالی است. و تماشابینان عزیز، من میبینم که این لحظه ها 16 نفر داخل به برنامه ما شدند و اگر شما خواهید که بیخبر نمانید از برنامه ما، حتما به شبکه دانش و سنجش ابونه شوید و همون زنگولچه‌ای که شما میبینید در یوتیوب آن زنگولچه را زیر کنید تا که وقتی که برنامه ما پخش می شود شما با خبر می شوید و پیوست می شوید، ابونه می شوید و در برنامه ما می توانید اشتراک کنید. امروز برنامه دانش و سنجش از 2 قسم عبارت است و یکی از قسم های آن از 7 سوال و جواب عبارت است و قسم دیگر نیز 7 سوال و جواب عبارت است و به نهایت سوال های عادی و آسان را امروز نیز انتخاب کردیم. خوش آمدید 16 نفر تماشابین ما علاقه داخلی برنامه دانش و سنجش هستید. خب من چت رو ندیدم که در چت چی نوشته میکنید. خب من اگر اهمیت داده باشه در پایان نواری ما رقم های واتساپ ما است، می توانید اگر بعضی سوال های داشته باشید مربوط به برنامه های ما، خب می توانید به واسطه به واتساپ ما نوشته کنید. خب من اینجا می بینم خیلی خوب. تشکر زیاد برای سخنهای نیک شما و برای دعاهای نیکتان دوستان عزیز. و بیایید اکنون قسمتی اول را آغاز کردن میگیریم، چون من میبینم که اونقدر مردم زیاد در داخل برنامه ما هستند و حتما لایک مانید زیر نوار تا که دیگران نیز برنامه ما را شناسند و آنها نیز توانند در برنامه های آینده ما اشتراک داشته باشند. و این لحظه هر یک از شما ما را مستقیما تماشا میکنید و هر جایی که شما ما را میبینید برنامه ما به قول زنده است. برنامه زنده میبینید برنامه ما به قول. خب اینجا میپرسند از سلامتی من. تشکر زیاد تماشابین گرامی ما، الحمدلله خیلی بهتر است و دعاگاه هستیم که دیگران آنهایی که بیمار هستند الله شفای کامل و عاجل برایتان نصیب گرداند. خب ما قسمت اول رو بیایید آغاز کنیم نباشد و در قسمت دوم برنامه ما همانهایی که دیرتر آمدند آنها انشاءالله اشتراک خواهند کرد. امین. قسمت اولی برنامه ما، بسم الله. بهترین شما آنهایی که قرآن را می آموزند و دوامش چی است؟ از روی آن عمل می کنند و حدیث را می آموزند، دیگران را می آموزند، بسیار می خوانند. کدامش درست است؟ بهترین شما آنهایی که قرآن را خود می آموزند و دوامش کدامش درست است؟ رنگی درست را هر چیز زودتر زیر کنید و شما به قطار اولین ها می شوید.
آنهایی که در داخل برنامه ما نیستید در چت نیز میتوانید نوشته کنید. خیلی خوب. بهترین شما آنهایی که قرآن را می آموزند و دیگران را می آموزانند و 11 نفر جوابهای درست گفتند. ماشاءالله کمترین ها جوابهای خطا گفتند. اما دیگر وریانت ها نیست، وریانت های نزدیک و درست است. یعنی که دو وریانت خوب است، وریانت هایی که درست است. اما در حدیث آمده است بهترین شما آنهایی که قرآن را می آموزند و دیگران را نیز می آموزانند. خب بیایید می بینیم که به پیش بر آمدند. مریم، عبدالحکیم، محمد، خدیجه و آیت الله آنهایی که در جایهای نمایان هستید. مبارک باشد. سوال 2. درباره کدام پیغمبر آیات‌های بسیار نازل شده است؟ و این سوال را پیشتر نیست استفاده کرده بودیم. عیسی، موسی، یوسف علیهم السلام و یا محمد صلی الله علیه و سلم کدامش درست است؟ درباره کدام پیغمبری که شما در پایان می‌بینید آیات‌های بسیارتر نازل شده است؟ فاضل جان بای مرادف درست گفتید. امریدین دولت زاده درست گفتید. شکر الله. مریم درست. و 12 نفر در داخلی برنامه ما نیز جوابهای درست گفتند. موسی علیه السلام. درباره موسی علیه السلام نقل ها و آیات های زیاد در قرآن کریم آمده است و همین جواب درست بود. در جای اول محمد، عبدالحکیم، مریم، خدیجه و امید آنهایی که به جایهای نمایان برآمدید. خیلی خوب. سوال 3. سوره النور چندم سوره قرآن است؟ 23، 25، 24، 26 کدامش درست است؟ سوره النور چندم سوره قرآن کریم است؟ خیلی خوب تماشاگران عزیز، چت ما خاموش است. شاید کمی سوال مشکل تر بود. به هر حال بیهوده این سوال نبود چون کمی پس شما شرحش را میشنوید. بله 6 نفر جوابهای درست گفتند. 24 سوره النور زیر رقم 24 آمده است. جوابهای درست در چت آمده رسید. ماشاءالله خیلی خوب. و کیا به پیش بر آمدند؟ مریم، محمد، عبدالحکیم، مینه و خدیجه، قاسم، عادلیان، 7 زینه به بالا بر آمدید. مبارک باشد. سوال 4. فرضیت حجاب زنها در چندم آیت سوره نور آمده است؟ یعنی النور آن سوره رقم 24 در چندم آیتش آمده است؟ 54، 64، 1 و یا 31 کدامش درست است؟ سوره النور آیت چند؟ خب خیلی خوب. و 9 نفر جوابهای درست گفتند. ماشاءالله خیلی خوب خیلی خوب. اسیه، نصرت الله، مریم، امریدین دولت زاده جوابهای درست گفتید. خیلی خوب. بله آیت 31 سوره النور و در این باره ما بسیار در برنامه های گذشته گذشته بودیم و حتی اگر در خاطر داشته باشید برنامه های الهیده نیز داشتیم، چون بسیار نافهمی ها بود بین مردم عادی که نباید که حجاب باشیم، دلمان پاک باشد و بس. از این خاطر ما حتی شرحی همین آیت را و تفسیر آن را از نگاهی علما در شبکه های مختلف خودمان گذاشته بودیم. و من قسمت اولی همین ترجمه معنای همین آیت را میخونم.
در سوره النور آیت 31 آمده است و به زنان مؤمن بگو که چشمان خود بپوشند از نامحرمان و شرمگاه خود نگاه دارند از حرام و زینت‌های خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و روی مالهای خود را تا به گریبان فرو گذارند و زینت‌های خود را آشکار نکنند. این قسمت اولش. دوامش را دیرتر میخونیم انشاءالله و 9 نفر جوابهای درست گفتید. بیایید ببینیم کیا به پیش برآمدند. در جای اول مریم، عبدالحکیم، مینا، قاسم عادلیان و امید، آنهایی که جایهای نمایان هستند و نظیره 6 زینه به بالا برآمدید. مبارک باشد. و به سوال 5 میگذاریم. آیا به زنهای مؤمنه به حجاب بودن نزد زنهای غیر مسلمان ممکن است؟ حرام است؟ حلال است؟ بله ممکن است یا نمیدانم. آیا به زنهای مؤمنه به حجاب بودن نزد زنهای غیر مسلمان ممکن است؟ کدام از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید درست است؟ 30 ثانیه تیز گذشت. خیلی خوب. 13 نفر جوابی درست گفتند. حرام است. بله حرام است. آیا به زنهای مؤمنه یعنی زن مسلمان به حجاب بودن در نزد زن غیر مسلمان ممکن است بود؟ سوال چنین بود. حرام است یعنی ممکن نیست. موافقی آیتی سوره النور دوم آیت را میخونیم. سرشویش را از این پیشتر ما و شما خوندیم. یعنی و به زنان مؤمن بگو که چشمان خود بپوشند از نامحرمان و شرمگاه خود نگاه دارند از حرام و زینت‌های خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و مقنعه‌های یعنی روی مالهای خود را تا به گریبان فرو گذارند و زینت‌های خود را آشکار نکنند جز برای شوهر خود یا پدری خود یا پدری شوهری خود یا پسری خود یا پسری شوهری خود یا برادری خود یا پسری برادری خود یا پسری خواهری خود یا زنانی همدین خود یا زنانی همدین خود یا بندگان یعنی غلامان کنیزان خود یا مردان خدمتگزاری خود که رغبت به زن ندارند یا کودکانی که از شرمگاه زنان بیخبرند. خب تا اینجا میخونیم. همش را نمیخونیم ترجمه معنا را و اگر لازم داشته باشد شما میتوانید ترجمه معنای سوره النور آیت 31 را بینید. غیر از این باز سوره دیگر نیز هست. ما برمیگردیم انشاءالله پس از چند لحظه دیگر. خب بیایید اکنون میبینیم که به پیش برآمدند. مریم، مینا، قاسم عادلیان، ابو عبدالرحمن محمد و مریم پی هم به همه سوالهای ما جوابهای درست گفتید. مریم خیلی خوب و شما از این خاطر در جای اول هستید در بالا. سوال 6. باز در کدام سوره درباره حجاب زنان معلومات آمده است؟ از آن سوره هایی که شما در پایان میبینید. التین، اخلاص، احزاب و یا الناس. در کدام سوره باز در کدام سوره درباره حجاب زنهای ما آمده رسیده است؟ درباره حجاب بانوان ما آمده رسیده است، خواهران ما آمده رسیده است. دنیا و آخرت درست. فاضل جان بای مرادف درست گفتید. شکر الله. خیلی خوب. و 17 نفر جوابهای درست گفتند. بله سوره احزاب آیتی 59. و خب
اگر خطا نکنم باز یک سوالی دیگر بود و بعد از آن برمیگردیم به سوره احزاب آیه 59. چون خودم در خاطرم نیست. درست‌تر بیایید یک سوال دیگر رو میبینیم که آل به پیش بر آمدند و بعدا یک بار دیگر و سوره ترجمه معنای سوره احزاب آیه 59 برمیگردیم انشاءالله. مریم، مینا، قاسم و دیلیون، ابو عبدالرحمن و محمد در جاهای نمایان هستید. زنان را گناه نیست اگر در نزدی پدر و پسر و برادر و برادرزاده و خواهر و خواهرزاده و زنان همدین یا مردان همدین یا در نزدی همه زنها یا در نزدی برادری شوهر، کدامش درست است؟ زنان را گناه نیست اگر در نزدی پدر و پسر و برادر و برادرزاده و خواهرزاده و باز نزدیکی، کدامش درست است؟ دوام دهید. زنان را گناه نیست. بله الکی 8 نفر جوابای درست گفتند. بله شاید بعضی ها نفهمیدید چون تیز بود، هرچند 30 ثانیه داشتیم ما وقت، اما شاید که تیز میگذرد، من میفهمم. 8 نفر جوابای درست گفتند. زنان را گناه نیست اگر در نزد پدر و پسر و برادر و برادرزاده و خواهرزاده و زنان همدین به حجاب باشند. فقط زنان همدین. اکنون بیایید برمیگردیم به سوره احزاب، از آیه 55 سر میکنیم و بعدا به 59 برمیگردیم انشاءالله. ترجمه معنا رو من برای شما میرسانم این لحظه. در سوره احزاب آیه 55 در ترجمه معنا چنین آمده است: زنان را گناه نیست اگر در نزد پدر و پسر و برادر و برادرزاده و خواهرزاده و زنان همدین و یا کنیزان خود به حجاب باشند و باید از خدا بترسید که الله بر هر چیز ناظر است. اکنون بیایید برمیگردیم به آیه 59. چون ما گفتیم که از این پیش در سوال بود، چون این آمد است: ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که چادر خود را بر خود پوشند، این مناسب تر است تا شناخته شوند و موردی آزار واقع نگردند و الله بخشاینده و مهربان است. ما گفتیم که زنهای مؤمنه در نزد زنهای غیر مؤمن، غیر مسلمان باید که به حجاب باشند و این را از تفسیری سوره النور آیه 31 گرفتیم. چون در سوره النور آیه 31 آنجا گفته شده بود در نزد کی به حجاب میتواند زنها باشد و همه ذکر شد کی ها و آنجا مخصوص آماده بود زنهای همدین و همچنین در سوره احزاب آیه 55 نیز در ترجمه معنا ما و شما این لحظه خواندیم. اینجا نیز به همین معنا آمده است، یعنی گناه نیست اگر در نزد پدران و پسران و برادران و برادرزادگان و خواهرزادگان و زنان همدینشان و تأکید است به این. از این خاطر ما فکر میکنم که هر یک از ما و شما درک کردیم و جوابی درست را فهمیدیم. حال مانده است که حال آن که امروز ها زنهای کافر اون طرف ایستاد در نزد مردانی هم مسلمان و هم کافر، اکثریت از نزدیکان ما و شما به حجابند. الله هدایت کند. دعا میکنیم که الله
هدایت کند و الله هر کسی را که خودش خواست و خودش کوشش کرد همان را هدایت می کند. امیدواریم که بعضی از بانوان و زنهای و خواهران ما لایق به هدایت باشند. و خب بیایید این لحظه میبینیم که ها به جایهای خوب برآمدند. جای سیوم محمد مبارک باشد، جای دوم مریم مبارک باشد و جای اول نصیبی مینا گردید مبارک باشد. جاهای نمایان برای هر یکی شما. امید و خاصی مودلیان نیست در جاهای نمایان بودند. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. به نهایت رقابت خوب بود بین ما و شما تماشابینان عزیز و من یک بار دیگر هر یک از شما را تبریک میکنم و بیایید یک بار دیگر تماشا کنیم آنهایی که در جاهای خوب بودند. و همچنین امید و قاسم مدیریان نیز در جاهای نمایان بودید. شما را نیز تبریک میکنم صمیمانه مبارک باشد. و بیایید من این لحظه قسمتی دیگری بازی را پیشکش شما میکنم، آماده میکنم و پیشکشتان میسازم. تا اون دم آنهایی که زیر نواری ما لایک نماندید مرحمت لایک گذارید تا که دیگران نیز آبونه شوند، دیگران نیز با خبر شوند که چنین برنامه هست و در برنامه ما اشتراک کنند. 585 12 49 این است گیم پین. مرحمت داخل شوید. خوش آمدید تماشابینان عزیز، آنهایی که این لحظه ها داخل شدند. و تکراری برنامه رو انشاءالله من در شبکه قرآن دستورالعمل انسان پیشکش شما میسازم. میتوانید تکراری برنامه رو آنجا نیز تماشا کنید. در شبکه های اجتماعی خودتان، در فیسبوک و در ایما و هر چیزی که شما داشته باشید میتوانید نواری ما را آنجا به دیگر دوستانتان تقسیم کنید، یعنی پدیلیت کنید تا که آنها نیز با خبر باشند، آنها نیز در برنامه ما اشتراک کنند. طرز اشتراک کردن خیلی عادی و آسان است و هر یک از شما میتوانید که بازی کنید. اکثریت آنهایی که اشتراک میکنند میدونند که حتی از استفاده یک تلفن نیز میشود اشتراک کردن در برنامه. از این خاطر میتوانید از استفاده یک تلفن هم اشتراک کنید، یعنی در بازی اشتراک کنید. آنهایی که با بعض سبب های تکنیکی شاید نمیتوانند داخل شوند و یا مشکلی دارند برای داخل شدن، شما میتوانید در زیر چت ما نوشته کنید. هر کسی که داخل شدن نتوانستید در چت نوشته کنید. یعنی یک بار من یادرس می شوم در اگر که امکان می شد من برای شما نشان می دادم. یک دقیقه شد.
ман дар канори худ, тамошобинони азиз, ин лаҳза як бор барои шумо рӯи экранро нишон медиҳам ва онҷо кӯшиш мекунам ки як бор дохил шавам. Яъне чунин мекунед, бубинед. Калонтар кунам, то ки шумо онҳое ки аввалин бор дохил шуданд. Kahoot нуқта ит навишта мекунед, ё ин ки фақат Kahoot навишта мекунед, чуноне ки модератор равон карданд. Бубинед, Kahoot нуқта ит дар сатри аввал мебарояд. Ана ҳаминро зер мекунед. Дар ҷое ки GamePin навишта шудааст, он чизе ки ман ба шумо пештар равон кардам, GamePin 585, агар хато накунам, 585 1249. чуноне ки ман менависам, шумо низ навишта мекунед ва энтерро пахш мекунед. ҷое ки никнейм навишта шудааст, ба худатон тахаллус интихоб мекунед. ман масалан навишта кардам Акмал Мансуров ва окейро пахш кардам. бубинед ки ман дохил шудам. номи маро шумо мебинед инҷо. Дидед, бениҳоят оддӣ ва осон аст тарзи дохил шудан. аз ин хотир ҳар як аз шумо метавонед дохил шавед. ва барномаи мо ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе пешкаши шумо мешавад ва мо кӯшиш мекунем ки рӯзҳои шанбе ва дар як вақту соат, хеле вақтҳо шудааст ки мо танҳо дар соати 8 бо вақти Москав мондем барномаро, чун аксарият дар тамошобинони мо аз Русия тамошо мекунанд. аз ин хотир мо як вақту соатро гирифтем, то ки ҳама одат кунем. ва тавсия кунед шабакаи навро, чун дар шабакаи дониш ва санҷиш барнома мешавад, ба дигарон тавсия кунед, то ки онҳо низ обуна шаванд ва дар барномаҳои ояндаи мо иштирок кунанд. хуб, ташаккур мегӯям ба онҳое ки тавсияи асал кардед. ташаккури зиёд. аллоҳ нигаҳбонтон бошад ва шуморо низ нигаҳбон бошад. хеле хуб, ва биёед акнун дигар давом медиҳем ва онҳое ки дохил нашуданд дар зери чат ба мо навишта кунед. бале, хуб, вақте номҳо яхела бошад, метавонед номи дигарро барои худатон интихоб кунед, тамошобини азиз. чунки мо тавонем баъдан вақти бурд ки мекунед, номи шумо яхела бошад, ду номи яхела бурд мекунанд. хуш омадед. Мансур низ хуш омадед. Абдураҳмон 1 ва Абдураҳмон, агар ки номатонро яке аз шумо дигар мекардед, хеле хуб мешуд. ба ҳар ҳол хуб аст, биёед мо ин лаҳза қисмати дуюмро оғоз мекунем. саволи аввали қисмати дуюми барнома. аллоҳ ҳеҷ касро ғайри он андоза ки ба ӯ додааст вазифадор намесозад. дар кадом сура омадааст? ат-тавба, тоҳо, таҳрим ва ё талоқ дар кадом сура омадааст? аллоҳ таоло ҳеҷ касро ғайри он андоза ки ба ӯ додааст вазифадор намесозад. дар кадом сура омадааст? аз он чизҳое ки шумо дар сураҳое ки шумо дар поён мебинед. тарҷумаи маънои ин сура дар шабакаи мо ҳаст. бале, 5 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. сураи талоқ ояти 7. дар чат низ ҷавобҳои дуруст набуд ва аксарият ҷавобҳошон нодуруст буд, чун шояд каме воқеан шояд мушкилтар ҳам буд, аммо ҳадафи мо аз интихоби ин савол дарк ва фаҳмидан аст. чун бисёреҳо дар рӯзгор чунин мешавад, ки ба ҳамин савол бармеоянд ва ин савол
معناهای زیاد و چند معناهای زیاد را دارد. و بیایید ترجمه معنا را میخوانیم. در آخریان همین آیه در ترجمه معنا چنین آمده است: الله هیچ کس را غیر آن اندازه که به او داده است وظیفه دار نمی سازد و به زودی الله پس از سختی آسانی پیش آرد. برای هر کسی که تنگی آمد و سختی آمد، در آخر این آیت الله تعالی گفته است که به زودی الله پس از سختی آسانی پیش آرد و هیچ کس را غیر آن اندازه ای که به او داده است وظیفه دار نمی کند. یعنی هر کس هر آن چیزی که قادر است آن را می کند. در فهمیش این معناهای خیلی زیاد است. هم معناهای در معناهای وابسته به اولیوی است و همچنین دیگر معناهای هم هست. هر کسی که اگر از ما و شما خواستند تفسیر را می خوانند. و خب می گذاریم به سوالی دیگر. مینا مریم محمد جان منصور عبدالرحمن، آنهایی که در جاهای نمایان هستید مبارک باشد. سوال 2: بهترین عمل بعد ایمان آوردن به الله چیست؟ قرآن خواندن، صدقه کردن، نماز در وقت خودش، نیکی به والدین. کدامش درست؟ بهترین عمل بعد ایمان آوردن به الله چیست؟ کدام از اینها؟ من میدانم که همه اون عمل هایی که در پایان نوشته شده از بهترین عمل هست، اما بهترین از بهترینش باز کدام از این عمل هایی که شما در پایان میخوانید؟ بله، 12 نفر جوابای درست گفتن. نماز در وقت خودش. بله، نماز در وقت خودش. خواندن قرآن خواندن بله خوب است. صدقه بله خوب است. نیکی به والدین بله خوب است. اما بهترین عمل بعد ایمان آوردن به الله، هر کس که لا اله الا الله گفت، دیگر اول از نماز شروع میکند که از همه فحشات و از بدی ها کس را ایمن نگه میدارد و صحبت ملاقات با الله تعالی خودش میکند در نمازش. خیلی خوب و اکثریت جوابهای درست گفتند. تبریک میکنم هر یک از شما رو. بیایید اکنون میبینیم که به پیش برآمد. مریم، مینا، مصعب، محمد و عمر، آنهایی که در جاهای نمایان هستند. و به سوالی دیگر بیایید بگذاریم. کدامی از این سوره ها در باره قیامت یادرس نمی شود؟ الواقعه، النصر، القیامت یا الزلزله. کدامی از این سوره ها در باره قیامت یادرس نمی شود؟ جواب پای شما. خب مینو جوابی درست گفتید. فاضل جان بای مرادف. امردین دولت زاده درست گفتید. و 11 نفر جوابهای درست گفتند. بله، سوره النصر. و سوره الواقعه در باره قیامت میگوید. هر کسی که ترجمه معنای این سوره رو گوش میکند، آنهایی که زبان عربی رو نمیفهمند، در واقع یک احساس شما رو فرا میگیرد که آن ناگفتنی است. من واقعا وقتی که خودم ثبت ترجمه معنای همین سوره رو میکردم، در وقت خواندنی آن به زبان تاجیکی بسیار به احساس داده شدم. خیلی و خیلی مشکل است
یک چیز را انسان میشنود و یا میخواند که از ترس هم در دل انسان پیدا می شود. چون در قرآن کریم اول وقتی آسانی بیان شده باشد و بعدا از قیامت از جنت اول یادرس می شود و بعدا از دوزخ یادرس می شود، اما به نهایت وقتی انسان می خوند و اندیشه می کند حالتش آن حالت را به زبان گفته نمی شود. سوره القیامت بله درباره قیامت است و این ترجمه معنا نیست در شبکه قرآن دستورالعمل انسان هست و یا از زلزله نیست درباره قیامت، اما النصر درباره پیروزی و مسلمانان و 11 نفر جوابهای درست گفتند. کمترین ها جوابشان خطا بود. به هر حال ما و شما یک اگر که آنهایی که زبان عربی رو میدونند برایشان خیلی عادی و آسان است فهمیدنی ترجمه معنا، نسبتا آسان است، اما برای آنهایی که از زبان غیر عربی استفاده میکنند تفسیر و ترجمه معنا رو خوانید، واقعا روحیه شما دیگر می شود، انسان دیگر می شود. و خب بیایید اکنون میبینیم که ها به پیش برآمدند. مینا، مصعب، محمد، عمر، آیت الله و عبدالرحمن 9 زینه به بالا برآمدید. از نزدیکان من خواهش میکنم اگر آنها در جایهای اول باشند، چون اینترنتشان شاید که خوب است، از این خاطر تستر زیر میکنن جوابهای درست را، یک کمی قفوتر روید تا که دیگر تماشابین ما نیست و بالا برایند. تشکر. الله شما راضی باشد. چون ما گاه خودمون نیز به نزدیکان و فرزندان میگوییم که شما نیز در برنامه اشتراک کنید تا که از معلومات های نو برایتان یگان چیز پیدا کنید. از این خاطر نزدیکان من نیز اشتراک میکنند. الحمدلله. شما نیز توصیه کنید به فرزندانتان، به آنهایی که شما دوست می‌دارید در برنامه اشتراک کنند، خودشان اشتراک کنند به واسطه، چون این سبب می شود که یک چیزی نو را برای امروزشان نیز یاد میگیرند و ما از خودمون چیزی نمیگوییم و هر چیزی که هر سوالی که اینجا ترتیب داده شده است از استفاده کتاب ها و کتاب های اهل سنت و جماعت و اکثر سوال های ما از قرآن کریم است تا که در ترتیب داده این سوال نیست خطا نکنیم مبادا. از این خاطر ما از قرآن استفاده میکنیم و تشکر میگویم یک بار دیگر برای شما و بیایید به سوال دیگر میگذاریم. جثه آدمانی هوابلند در روز قیامت به چی برابر می شوند؟ یعنی مقداری آدمانی کبر می کرده در روز قیامت به چی برابر می شوند؟ به کوه احد، مثل مورچه، مثل خرما، مثل اشتر، کدامش درست است موافق به حدیث؟ جثه آدمانی هوابلند در روز قیامت به چی برابر می شود؟ جسمشان به چی برابر می شود؟ اینک 9 نفر جوابهای درست بخشش 9 نفر جوابهای درست گفتید. بله مثل مورچه. کمترین ها جوابشان خطا بود و در چت ما نیز جوابهای درست آمده رسید. تشکر میگم برای هر یک شما. و بله جواب درست مثل مورچه بود. آدم های کبر میکرده، هوا بلند، آدم هایی که یک غرور دارند، آنها مثل مورچه میشوند. و اینجا من چت را میخوانم که بهادر نوشته کردند که بسیارتر گذرانید بازی را. تشکر زیاد بهادر برادر گرامی. البته ما میخوایم که زیاد گذرانیم، اما غیر
غیر از این برنامه باز از پی ریسک هم میشویم، چون یک روز را برای این برنامه جدا کردیم و الحمدلله که برای شما و برای مثل شما برادران ما این برنامه ما پسند است، تماشا میکنید. اگر شما نمی بودید این برنامه هم نمیشد. و انشالله اگر که تماشابین ما حداقل در یک بازی به 1000 ها رسید، شاید آن وقت که توانیم مقدارش را زیادتر کنیم برنامه را. و امروز افسوس شما خودتان میبینید که همگی چند نفر در افیر مستقیم اشتراک میکنند. و اگر که اینجا من اعلان میکردم که تلفن موبیلی برد میکنید یا اینکه یک لاتری دیگر تشکیل میکردیم و میگفتیم که ماشین برد میکنید، هر یک از شما 500 روبل یا که 100 روبل برای ما روان کنید، ماشین برد میکنید، البته که شما به 10,000 میرسیدید. اما ما نمیکنیم این کار را. انشاءالله ما به این کار نزدیک نمیشویم. و الحمدلله رزق از جانب الله تعالی است. از آن روزی که ما پیدا که شدیم، دو چیز برای ما کفالت داده شد، یعنی گارانتی داده شد. یکی رزق از جانب الله سبحانه و تعالی و دیگری موت، مردن. از این خاطر کوشش میکنیم که بدونی همان وسوسه های نفسی همین برنامه رو حداقل در یک هفته یک بار گذرانیم. و برنامه که شما این لحظه تماشا میکنید زحمت طلب میکند و با آسانی تیار نمی شود. از این خاطر بهتر میشد که شما زیر نوار لایک موندن و یا اینکه در لایک موندن بخیلی نکنید و با دیگران هر چقدر که میتوانید زیادتر پهن کنید. هر یک از شما، من نمیدونم اینجا چند نفر ما رو تماشا میکنند این لحظه، اگر مثلا 30 نفر باشیم، 33 نفر تماشابینان عزیز، هر یک از شما نخواد که 10 نفری یار و دوست نداشته باشد، یعنی که نزدیکان شما 10 نفری نباشد. شما با 10 نفری نزدیکترین خودتان روان کنید، تقسیم کنید تا که 300 نفر شویم حداقل. از ما و شما وابستگی دارد که ما زیادتر شویم و هرچی که با خودمون دوست می‌دارم برای نزدیکترین برادرمون دوست داریم، خصلت بهترین انسانی است. و وقتی که تماشابین زیاد شد، حتما که البته برنامه رو نیست وقتش رو شاید زیادتر کنیم. انشاءالله می شود در آینده، چون ما تقریبا 1 سال می شود که این برنامه رو آماده کردیم و انشاءالله در سالهای دیگر و تماشابینش هم زیاد می شود انشاءالله. خیلی خوب. جزالله خان نوشتند که اویلوی هستیم و دختران مدرسه، ماشاءالله. الله شما راضی باشد و پاداشی نیکتان دهد. میفهمم که بسیاری ها خودی ما نیز در اویله خیلی یک تلویزیون رو ماندند و از تلویزیون تماشا میکنند و با واسطه تلفن های موبیلیشان اشتراک میکنند. یعنی یک تلویزیون تقریبا 5-6 نفر اشتراک میکنند. از این خاطر الحمدلله ما هم زیاد هستیم. الحمدلله. الله پاداش نیکتان دهد. و بیایید اکنون میگذاریم به میبینیم که به پیش برآمدند و به سوال دیگر. مینا مصعب، عمر، محمد، عبدالرحمن، آنهایی که در جایهای نمایان هستید، من شما را صمیمانه تبریک میکنم. و بیایید به سوال دیگر گذاریم. این است همان کتابی که در آن هیچ شک نیست، پرهیزگاران را رهنماست. در کدام سوره آمده است؟ نیسا، الناس، بقره و یا آل عمران؟ این است همان کتابی که در آن هیچ شک نیست، پرهیزگاران را رهنماست. یعنی دستور عمل برای پرهیزگاران، کانستیتوسیه یا سرقانون برای پرهیزگاران. کدام؟ در کدام سوره آمده است؟
بهادر جوابتان درست است. فاضل جان با مرادوف جوابی درست گفتید. خیلی خوب. و بله، این در سوره بقره آیتی 2 آمده است. من ترجمه معنا رو این لحظه برای شما میخوانم عیناً از کتاب. این است همان کتابی که در آن هیچ شک نیست و از جهت روشن بودنش به هیچ کس درست نیست که در آن شک کند. از این کتاب بهره میبرند آنان که از الله میترسند و حکمهای او را پیروانند. این کتاب پرهیزگاران را رهنما است. قرآن، کتاب قرآن کریم. و 13 نفر جوابهای درست گفتید. مبارک باشد. بیایید اکنون میبینیم که ها به پیش برآمدند. مصعب، محمد، عمر، مینا، عبدالرحمن، آنهایی که در جایهای اول هستید، شما را صمیمانه تبریک میکنم. سوال رقم 6. تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. از کدام سوره است؟ بقره، اخلاص، فاتحه، الناس. تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. الله تعالی بزرگوار. فاضل جان درست گفتید. زلیخا درست گفتید. امریدین دولت زاده درست گفتید. دنیا و آخرت درست است. اسیه درست است. و در داخل برنامه ما 13 نفر جوابهای درست گفتند. بله، سوره کشاینده یا فاتحه، سوره‌ای که هر روز در نماز میخوانیم. تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. آیت 5. بعضا میشود که خود همین روز نیست ما در خانه با کودکان وقتی صحبت میکردیم، آیا معنای همین چیز رو که در قرآن هر روز میخوانیم میدونی؟ و گاهی میشود که ما و شما میدونیم میخوانیم اون چیز رو میخوانیم، اما در معنیش تفکر نمیکنیم، اما هر روز میخوانیم. و بعضی مثل که خودمون میگویم در خودمون عادت شده است، میگویم خوری از یاد کرده و بسیاری از چیزهایی که در نماز میخوانیم آن رو نمیدانیم. اما بسیاری از ما و شما، البته آنهایی که زبان عربی رو میدانند، البته درک میکنند که چرا میخوانند. و در آیت 5 سوره فاتحه همین است. تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم. تفسیری ان همین سوره خیلی دراز و خیلی خوب آمده است. در شبکه قرآن دستور عمل انسان هست و اگر خواسته باشید تماشا کنید یا گوش کنید، بهره میبرید. و اکثریت جوابهایشان درست است. مبارک باشد. خیلی خوب. و بیایید اکنون میبینیم که به پیش برآمدند از تماشابینان ما. مصعب، محمد، عمر، مینا، عبدالرحمن، آنهایی که جوابهای درست گفتند و مینا پیهم به همه سوالهای ما جوابهای درست گفتند. خیلی خوب، ماشاءالله. خیلی خوب. و به سوال آخر میگذاریم انشاءالله و میبینیم که به پیش میبرایند. به مؤمنان میگویند ایمان آوردیم، اما در خلوت با پیشوایانشان میگویند مسخره میکنیم مؤمنان را. درباره مهاجران، درباره مؤمنان، درباره منافقان و یا درباره رئیسان آمده است. رئیسان عادل شاید باشد. به مؤمنان میگویند ایمان آوردیم، اما در خلوت با پیشوایانشان یا با شیطانهای خود میگویند مسخره میکنیم مؤمنان را. از سوره بقره آیت 14. درباره کی است؟
خیلی خوب، خیلی خوب. 13 نفر جوابهای درست گفتند. اکثریت قریب همه جوابهای درست گفتند در باره منافقان. بیایید اکنون میبینیم در ترجمه معنا چنین چگونه آمده است. من میفهمم گوش کردن آیات های قرآن به زبان تاجیکی، ترجمه معنا در نظر دارم، برای نه همه آسان است، چون که سوره بقره خیلی دراز است، 2 ساعت زیاد است و از 3 ساعت زیاد است ترجمه معنا. اما بسیار چیزهای مهم برای زندگی و حیات ما مهم در آیات های قرآن آمده است. تنها باید تفکر کنیم. ترجمه معنا: و چون منافقان و مؤمنان وامی خورند میگویند ایمان آوردیم، و چون به نزد شیطان های خیش، یعنی شیطان های خیش به آن معنا پیشروان کفر، برگشته رفتند میگویند ما با شما هستیم، ما مؤمنان را مسخره میکنیم. انا همین درباره منافقان آمده رسیده است. در دوام آیت چنین آمده است ترجمه معنا: الله است که آنها را مسخره میکند و آنها را به حال خود میگذارد تا همچنان در طغیان خیش سرگردان بمانند و گمراهی و حیرتشان زیاد گردد و آنها را بر مسخره کردنشان جزا دهد. یعنی که الله تعالی در دوام آیت اینها گمراهی را به هدایت خریدند، یعنی عوض کردند، گمراهی را به هدایت عوض کردند، پس تجارتشان سود نکرد، یعنی در تجارت برد نکردند و در شماری هدایت یافتگان در نیامدند. و این گونه حالت ها که 1400 سال زیاد پیش بود امروز ها دیده می شود. بسیاری از ما و شما و نزدیکان ما و شما چنین شدند. در نزد رئیسان خود، مثلا رئیسانی البته عادل نه، بعضی هستند رئیسانی عادل و خدا ترس، آنها رو در نظر ندارم. در نزد بعضی رئیسانشان می روند و میگویند که ما مؤمنان رو مسخره میکنیم، امروز قطیشان جوره میشویم، دوست میشویم و پگاه کاری خودمون رو میکنیم از قفایش. و چون این هم میکنند، یعنی این بود 1400 و چند سال پیش، شد در این مدت تا زمان ما و در زمان ما نیز می شود، چون این می شود. و الله تعالی خودش همش را جای به جای می گذارد، چون در آیات های قرآنی برای ما وعده ها آمده است و آنهایی که ایمان آوردند البته آنها را یگان شیطان و نه شیطان انسی نه شیطان جینی از راه گمراه کرده نمیتواند. آنها ایمان آوردند و قوی و مستحکم هستند در ایمانشان و آرزو میکنیم و امید میکنیم که هر یک از ما و شما که اینجا هستید و هر یک از ما و شما که این لحظه ها ما رو تماشا میکنید در قطار همین گونه نفران باشید که ایمان در دلتان قوی و در دلامون قوی و مستحکم باشد و آرزو و دعا میکنیم که از هدایت یافتگان باشیم. و بیاید اکنون میبینیم که ها به پیش بر آمدن جاهای خوب را سزاوار شدند. عمر جای سیوم مبارک باشد. جای 2 نصیبی مینا گشت و جای اول نصیبی مصعب مبارک باشد. و محمد و عبدالرحمن نیز به جاهای نمایان گذشتید، شما را نیز صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب، مبارک باشد. خب اینجا بعضی از تماشابین ما نوشته کردند که
ҷавобҳоро дуруст ҷавоб додем, аммо ҷойивазкунӣ кам шуд. бале, тамошобини азиз, бале шумо дуруст қайд кардед, ҳарчанд ки аксар аз онҳое ки дар барномаи мо иштирок мекунанд ҷавобҳои дуруст мегӯянд. ҷойивазкунӣ ба чӣ хотир намешавад? Онҳое ки интернеташон хуб аст ва аввалин шуда ранги дурустро зер мекунанд, онҳо ба ҷойҳои хуб мебароянд. Яъне ҳар касе ки аввалин шуда ҷавоби дурустро зер мекунад, ба ҷойҳои намоён мебарояд. аз ин хотир мо шумо дидем ва бохабар ҳастем ки бисёре аз шунаванда тамошобинои мо ҷавобҳояшон дуруст буд. ва иншааллоҳ дар ояндаи наздик ҳатман шумо низ ба ҷойҳои хуб мебароед. ва як бори дигар ман ҳама онҳое ки дар барномаи мо имрӯз иштирок карданд ва бурд карданд ва онҳое ки ҳатто бурд накардед, ман шуморо низ самимона табрик мекунам, чун муҳим бурд кардан набуд, муҳим як маълумот гирифтан буд барои мову шумо. ва умедвор ҳастам ки шумо барномаи моро ба дигарон низ ба онҳое ки шумо дӯст медоред равон мекунед, то онҳо низ дар барномаи ояндаи мо иштирок кунанд. ва мо дуогӯ ҳастем аллоҳ таоло ҳама онҳое ки имрӯзҳо бемор ҳастанд, дар бистари беморӣ ҳастанд, дуо мекунем ки аллоҳ таоло шифои комил ва оҷил насибашон гардонад. ва дуо мекунем ки беморияшон сабаби кам шудани гуноҳонашон бошад, ба мисли ҳадис. то вохӯрии дигар ман бо шумо хайру хуш мекунам. тамошобинони азиз, худатонро ҳифз кунед ва атрофиёнатонро низ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قرآن میگوید فخر کردن و زیاد بودن مال و فرزند شما را از عبادت الله مشغول نمود. شماریدن حساب ها، مال و منصبداری، مبلغ ها، وظیفه ها و بایگری ها تا آن دمی که به قبر نروید. اندیشه کنید که ای باری آخیر در جنازه بودید. مادری خود را دفن کردید، پدری خود را یا بابای خود را تقا را گر کردید، یا یگان دوست را یا همسر را یا شوهر خود را به خاک سپاریدید. به یاد بیار که ای باری آخیر در سر قبر بودی. کی زمان آن عزیزت را می دیدی که خنده می کرد یا گریه می کرد، زنده بود، کیبر می کرد، بای و با سواد بود، رد کننده و متکبر بود.
هر گونه‌ای که نبود مردم در جنازه چی میکردند؟ وقتی که وی را به تابوت گذاشتند با کفنش، مردم چی کار میکردند؟ مگر لطیفه میگفتند یا رقص میکردند؟ یا قرصک زنان سرود میخوندند؟ نه. آرامی و سکوت مرگبار، اندوه و درد. برای آن که هر کس که در این مراسم بود با دیدن تابوت مرده را فکر نمی کرد، بلکه اندیشه اولش یک روز نه یک روز در جای وی من می شوم. الله تعالی می گوید زیادی مال و فرزند شما را مشغول ساخت. شما زبان درازی میکنید، کار میکنید تا ثروتمند شوید، خانه ها میخرید، ماشین های و شرکت ها. چی کاری که نمیکنید آن زمانی که به شما آفریدگار را، دین را، حیات را، اخلاق را یادرس میشوند؟ شما وقت ندارید. میگوید من وقت ندارم، مشغولم، عموماً به الله باور ندارم. این چی تکبری است؟ تا آن دمی که به گورها رسیدید و در آنجا دفن شدید، وقتی که در قبرستان قرار گرفتید و اگر شجاعت دارید و اگر جرأت کردید به نزد قبر رفته به خود سوال دهید مگر همین آخر 50-60 سال در مبارزه و سعی و کوشش، فتنه و فریب، در زیناکاری و دست درازی، پریشانی در کار و با همین تمام تقدیر من همین، مرا نیز به این چقوری می فرارند. از این برمی آید که بعد این و بعدی که مردم از قبرستان می روند همش تمام. اما چی با وی؟ همانی که در داخل قبر. به ما و شما معلوم که مرگ مثل خواب، مردن مثل خواب است. جسد تو دیگر نیست، جسد مرد و روح ترک کرد جسم را، اما فهم و شعورت همان جاست. واقعا ما و شما برادر و خواهران کفن کردن و به قبر ماندن را میفهمیم. ما میفهمیم روح جسم را ترک گفت، دیگر نمیتوان فریاد زد، نمیتوان مراجعت کنی بگویی که مرا ترک نکنید. اما تو میشنوی، تو میبینی، ولی جنبیده نمیتوانی. اینک اکنون در انا همین قبر جراحی حقیقی آغاز میشود.